جورجینا به دیدن فیلم مهران مدیری رفت و این سلفی با علی اوجی و مهرداد صدیقیان رو برای اولین بار توی تاریخ سینمای ایران ثبت کرد. جورجینا مهمان ویژه جشنواره فیلم دریای سرخ عربستان بود. جالبه بدونید جورجینا با این همه دبدبه و کبکبه ماهی حدود $100,000 از رونالدو توی جیبی میگیره و در عوض یه عهدنامه با رونالدو امضا کرده که پر به تن مرغ نمیمونه. اول اینکه هر روز ورزش کنه و اندام ایدئال داشته باشه. دوم اینکه به مادر رونالدو احترام بذاره و فقط بگه چشم. سوم اینکه تا جایی که امکانش هست و شرایطش وجود داره بچه بیاره. چهارم اینکه در تمام مراسمات و سفرها کنار رونالدو باشه و در عوض ماشین و خونه و هر چی بخواد از رونالدو میگیره. جالبه بدونید رونالدو این بخش از که به جورجینا میده از سیستم MP هست نه فوتبال. برای همین زیاد براش مهم نیست. این سیستم نیاز به مهارت نداره و با روزی 3 ساعت کار تو خونه ازش میشه روزانه تا $300 آورده داشت. طبق تحقیقات دانشگاه‌های معتبر دنیا این روش برای افرادی مناسبه که تو خونه میخوان کار کنن و سرمایه برای شروع کار ندارن. این سبک تو ایران خودمونم جدیداً اومده و خیلی‌ها رو مشغول کار کرده. تنها کسی که روش MP رو داره به مردم یاد میده مستر کافیکس هست و برای شروع 15 میلیون به هر نفر سرمایه برای شروع کارش میده. برای اطلاعات و مشاوره کلمه خدای شکرت رو تو هایلایت زردش بفرستید و آیدیش که داخل کپشن هست رو فالو کنید.